اینچنین برای تاجرها، میلیونرهای مسلمان ها، میلیاردرهای مسلمان ها، بعضی تحفه هاتون یک تحفه که به یک فلان رئیس و فلانی ها میکنید، باور کنید قریب 1 میلیون دلار، 500,000 دلار به ماشین تحفه میکنید. من خبرش میدونم. لیکن من این کمبغال ها ریسک حلال کافته گشتید. شما یک کارخانه بنیاد کنید، یک کارها رو کنید که فقط پول کار کردن فکر نکنید، پول هم کار کنید و مردم مسلمان هم کار کردی تامین کنید، خاصتا خلق خدا را، تا اینکه اونها در مدار نشوند، در زیر غیر مسلمان فرمان بردار نشوند، عذاب نکشند، جای کاری تشکیل کنید. در تمام دنیا امکانیت دارید، بعضی تاجرها امکانیت دارید ولی شخ هستید، شکمتون سیر، پولتون هست، به کیم که ها خورانده گشتید. شما کمکی دیگه با جستجو مهنت کنید، با نیتی اینکه برای دیگرها فایده هم میرسد، با نیتی اینکه دیگرها رو به کار تامین میکنم، دیگرها رو به رزق حلال تامین میکنم، سبب میشم، بسیار اجر عظیم میگیره. الله اعلم.